بریم؟ بریم. سپر بای بای کن. خداحافظ. به مدت 10 روز هیچی نباید. صبر کن من بگم. هیچی نباید بخورم جز آب. فقط آب. عجب آدمیه بابا. صبر کن من هنوز نباختم. هرچی جز آب خوردم این کچلم مثلا میکنه. باسکات بزنم. خدایا بس دیگه. عجیبه. شرجی گرما این صورت با پول من رفته نون گرفته واسه املتش. بعد من حق ندارم چیزی بخورم. بازی نگاه اینجا کبابی معلوم میمیرم. آخه بو گوشت دیگه حالت پیازداغشو بیشتر نکن. فعلا بریم فوتیج خانه‌اش. باش طبقت. ما اومدیم خونه مهدی اینا که مثلا بپاد از من. چراغ نمیخوای بزنی؟ آقا ما اومدیم خونه مهدی اینا. اخبار گذاشته برام. یه فیلم، یه بازی، یه خب صورت من حوصله‌ام سر میره اینجا. نگاه میخوایم لیپ سینک کنیم. من به جای این صحبت میکنم بعد یکی دیگه اومد مهدی بعد صحبت کنه. واقعا وای نه چندش. آقای مهدی عزیز داره تمام تلاش میکنه که تیوی رو وصل کنه به لپتاپ ولی خب هشی همایش ایراد داره. حالا بیاین یه چیز جالبتر بهتون نشون بدم. لامس ها این چیزو بگم خودتون میتونست. میگم اینجا چیز افتاد. این دختر خاله افتادش کار نداره. شونه. هنوز به سن خواهی نرسید. سوراخ نکنی خودتو. چه راحت سوراخ شد. در نواحی شکم و پهلو با فیلم فوق‌العاده نه اینجا دهن سرویس داره میره واسه خودش املت درست کنه. من نشستم اینجا دارم فرنگشو نگاه میکنم. بس سر بزنیم بریم. دهنت سرویس حاجی. دهنت سرویس. من واجی دهنت سرویس. بیشین تا بهت بدم. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. من میمیرم برای املت. یعنی غذای مورد علاقمه واقعا. دیروز اصلا املت نمیخورد. مردی که من عاشق املتم با اون صورته. آقا فکر کن روز اول تو چالش رو شروع کردی و همون شب اول غذای مورد علاقت رو یکی داره درست میکنه. نه نگاه صورت. قرار نیست بخورم. اگه اسکلم بشینم کچل کنم خودمو. من قول دادم تا 10 روز اصلا کار سختی نیست. با اینکه گشنمه مثل سگ ولی تا میتونم آب میخورم. وای خدای من. آقا ما میخوایم بخوابیم. او صورت املت خور خیانتکار با دل واقعا دیگه گشنم شد. دیگه واقعا من نمیدونم شد چجوری بخوام. خوابم میاد. ساعت چنده؟ ساعت 1:30. آقا دیگه فکر کنم وقت خواب بریم بخوابیم. دوستتون دارم خیلی زیاد. بکرد دیگه خفه شو. تا فردا خدافظ. میری صدا اتوبوس میده. گشنمه. نگاه پای. آقا این بیدار شد. صدای اتوبوس. نگاه یه نوع میگفتم خدایا اولش که نمیدونستم صدای چیزی تا خدایا این داره در میده این داره ول میکنه صدای پس. گرسنگی دارم میمیرم. دارم از گشنگی میمیرم. الان من برم مغازه اونجا کار میکنم. خب تایپیکال پسرا وقتی میخوان گوخ سلام عشقم میگره چشمم. انگلیسی هم نه انگلیسی هم بهش اضاف کن. انگلیسی. من امروز میخوام برم تو جیم. ساعت 3 میرم. برو بچه.
بچه ها سلام. الان ساعت 12:02. من رفتم نیم ساعت پیش رفتم یه بطری آب گرفتم، انقدرش مونده. قشنگ الان این احساس میکنم وقتی تکون میخورم صدای تکون خوردن آب قشنگ تو معدم میاد. خیلی سخته، واقعا خیلی سخته. ببین حرف نمیتونم بزنم. آره دیگه. خیلی خوش اومدید به شب دوم و عرضم خدمتتون که ببین من واقعا نمیشه. یه بار خودت اگه میخوای خودتون چک بکنید ببینید چطوره. قشنگ 2 شبشو که بگذری یه جوری بدنت ضعف میکنه، یه جوری کم بوده انرژی داری که تو کارهای روزمره که هیچی، ببین هیچ انرژی نداری تو. و وقتی میخوای صحبت کنی، وقتی میخوای مثلا با یکی صحبت کنی، یه فکتی بگی، یه چیزی میخوای بگی، مغزت آروم دستور میده. ببینیم چی میشه. حالا فعلا پیش میریم دیگه، هنوز یه سطح تحملی دارم، ببینیم چی میشه. شب سوم و دارم کم میارم، یعنی نه که دارم کم میارم، دیگه کم آوردم. واجی من نمیدونم پیش خودم چی فکر کردم که گفتم 10 روز، حالا مثلا 5 روز بود شاید یکم منطقی تر بود. یا ابوالفضل میخوام زنگ مهدی بزنم بهش بگم بیا. واجی کم آوردم واجی نمیتونم دیگه، دستم داره میلرزه واجی از گشنگی. بابا یک هفته چیه لامصب؟ الان قشنگ 3 شبه، من نمیتونم. چجوری یک هفته شو بگذرونم؟ من حوصله ندارم. حالا اگه توصلم که میام. خب باشه بهت زنگ میزنم این چجوری میشه. بهم خبر بده. خدا. بزرگترین لذت کچل کردن سپر. حالا کچلت کنم. اعصابش هم خراب بود. ببینیم حالا وضع چطوری. دیگر در توانم نیست. میخوام با دست‌سازی‌های خودش نابودش کنم. سپه اینا رو چرا اینو بزنم چی میشه؟ نه حاجی پشمام. خاموش شد. آخی یا موهاتو نگاه کن امو نداره. خب الان اینو بخوری تموم ها. میدونی چیه؟ ببینیم این چه بلایی بود بر سر ما. ببین شعرش هم کردم تمام. ولی بچه‌ها واقعا نه وایسا سفر بیا کاری کن ابروهات هم بزن. برگم بشو. تر میزنم به سرت. تو رو قرآن به هر کی به امام حسین وایس حاجی. عجب آوازانیه. سفر بزنم ببین هنوزم میتونم سایش کنم ها. ماشینو بزرگ زدم خواستم گوله بزنم نشد. بریم سفر بای بای کن. خدا حافظ. موزارم نمیگیره. ببین موهامو داغون نکنه لامصب. موهامو زدم ولی بهت نمیاد. امیدوارم بهم بیاد. مگه زشت شدی واجی؟ کاش امیر بودش. بچه من سرطان گرفتم دارم شیمی درمانی میکنم. واجی پشمو واجی جدی دارم میزنم. واقعا زنیم واجی پشمو واقعا. مثل معلم جغرافی سال 789 من شدیم. فامیلش آقای بهرانی بود. نه من اسم میارم. آی بفهمه. آقا بریم ادامه کار. Guys, as you can see here, new hair just unlocked. بچه مدل جدید مو همینجور که دارید میبینید خیلی قشنگ شده واقعا. به قدر جدید و قشنگ داره میشه مدل جدید مو. در جریان این موزه رو بسوزه بابام یک نوش ازت میگیره. بعد بری آلمان بخری بیاری. ببین من به این اعتماد دارم. این الان چند سال قشنگ. این از سال 83 داره کار میکنه. خب 2 تایی چرا خب نگاه تو رو خود 2 تایی افتاد به جون من. آقا زدیم جدی شد انگار واقعا داره سربازی. آجی پشمام زدمش واقعا. مو نه اوکی. موهات منو میکشه. حاجی پشمام بذار موها رو نشون بدم. یا پشتو بگی اینور بگی. واو پشمام حاجی برق نگیره
بمیریم اینا رو که دورش کن پشم خبری نیست. بایستا مدل جدیدمون سپر موبایلیزه مامانت منو میکشه. همینجا وای میسم. آفرین بشین. بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. وایسا موام بکارم. اگه از این ویدیو اوکی بود راضی بودین دکمه ساب و لایک رو حتما بزنین. بچه از من هدیه بخرید. از اینا من نمیدونم چیکار میکنن. بریم دیگه. امیدوارم اوکی باشه این ویدیو خوشتون اومده باشه. فعلا بای بای خدافظ. خدافظ. خدافظ.